با انگلیسی بگوین خیلی خسته هستم. من خیلی خسته هستم. اینو در انگلیسی چی رقم بگیم؟ دوستان امروز سه طریقه را میخوایم معرفی کنیم که چطور میتونیم بگیم که من خیلی خسته هستم. یعنی با سه روش میتونیم بگیم. روش اول چطور چی هست؟ سابجکت یا ضمیر از ما چی هست؟ من میگیم I تو به بهش چی هست؟ I am یعنی من هستم. I am خیلی رو چی میگیم؟ خیلی رو very میگیم. I am very خسته چی هست؟ خسته tired. I am very tired. من خیلی خسته هستم. این بود از طریق اول. طریق دوم میگیم که I am اینا با جای very really استفاده میکنیم. Really I am really tired. من واقعا خسته هستم. و طریق سوم میگیم I am اینا نمیگیم که very نمیگیم really. چی رقم میگیم I am exhausted. یعنی من خیلی خسته هستم. خب دوستا این سه طریقه هستم، ولی بیشتر یعنی طریقه سوم که میگیم I'm exhausted این بیشتر مورد استفاده قرار میگیرم و بیشتر انگلیسی زبانو که هست نفرایی که نیتیو یا زبان اصلیش انگلیسی هست از این استفاده میکنه، چون بیشتر مورد استفاده و رایج‌تر است.